در این آموزش میخوام آموزش یقه بیبه رو به شما توضیح بدم. یقه بیبه چند نوع داریم. یقه بیبه تخت داریم که خیلی راحت روی لباس عکسش رو طراحیش رو انجام میدیم و در میاریم و میدوزیم، کاری نداره که اونم یه توضیح بهتون خواهم داد. ولی یه یقه بیبه داریم که پایه‌دار هست و برگرد داره. ما برای طراحی پایه اون باید یه سری کارها انجام بدیم که من میخوام توضیحات اون رو اینجا به شما بگم. شما میایید از گوشه گردن، این الگوی پشت این جلو، از گوشه گردن این رو مماس هم دیگه قرار میدید و در قسمت سرشونه 1.5 سانت الی 2 سانت میذارید که اینا بیاد روی هم دیگه. به این صورت 1.5 تا 2 سانت اینجا میاد روی هم دیگه و در این قسمت مماس قرار میدید به این حالت. به این حالت میشه. یقه لباس من الان سرشونش اینجا مماسه و گوشه گردن اینجا مماسه و سرشونم 1.5 الی 2 سانت اینجا روی هم گرد داره. اینجا وسط پشت هستش و اینجا وسط جلو هست برای کار من. حالا من چی کار میکنم؟ برای یقه بیبه 1 سانت از اینجا خارج میشم و علامت میزنم. 1 سانت هم از وسط پشت خارج میشم و علامت میزنم. یک بار دیگه این کار رو تکرار میکنم. یعنی 1 سانت دیگه خارج میشم و علامت میزنم. اینجا هم 1 سانت دیگه خارج میشم و علامت میزنم. این خط ها رو به هم دیگه وصل میکنم. چطوری؟ یه بار ردیف اول رو به هم وصل میکنم به این حالت، یک بار هم ردیف دوم رو به هم وصل میکنم به این حالت. حالا هر دوی اینها رو من وصل میکنم به هلال یقه. یعنی من در این قسمت هیچ اضافه انجام ندادم، ولی اینجا اینها رو به هم دیگه به این حالت وصل میکنم. این شد طراحی پایه یقه بیبه من. حالا من میخوام چیکار کنم؟ میخوام خود یقم رو هم طراحی کنم. دوست دارم پهنای یقه من چقدر باشه؟ من دوست دارم که یقه من مثلا پهناش 9 سانتی متر باشه. از اینجا 9 سانتی متر رو میام پایین و علامت میزنم و 3 سانت به سمت داخل میام. چی شد؟ اینجا 9 سانت اومدم پایین و 3 سانت به این جهت حرکت کردم. این خطی رو که 3 سانت داخل شده بودم وصل میکنم به گوشه گردنم به این حالت. خب و پهنای همین 9 سانتی رو که اینجا در نظر گرفته بودم در اینجا و در اینجا هم علامت میزنم. این رو خیلی ملایم به هم دیگه وصل میکنم به این حالت. یقه بیبه من اینجا طراحی شد. من میتونم نوک یقه بیبه رو تیز کنم. خیلی ملایم یه چند سانت از اینجا بالا برم و چند سانت از اینجا داخل بشم. اینجا رو به این حالت میتونم گردش کنم. این شد یقه من. الان من این رو هاشور میزنم، شما متوجه بشید و این رو باید حتما کپی بگیرم. الان این رو روی کاغذ پوستی من کپی میگیرم. این صورت یقه ای رو که طراحیش رو انجام دادیم کپی میکنیم از روی پایه یقم. به این حالت. اینم که گردی اینجا هستش و اینم خط سرشونم. مشخص میکنم که اینجا پشت هست و اینجا جلو هستش. این رو قیچی میکنم. به این حالت طراحی یقه من تموم شد. دوستای خوبم، همونطور که میبینید به خاطر اون دوتا پایه‌ای که ما از اینجا اومدیم بالا یک مقدار اینجا تنگ شده و موقع دوخت
که میخواییم به خود یقه بدوزیم ممکنه که کم بیاد. چی کار میکنیم؟ میایم الگوی پشتمون رو، یقمون رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم به این حالت و این خطها رو ادامه میدیم تا پایین. وقتی که این کار رو کردیم از سمت یقه از اینجا من برشش رو میزنم، قطع نمی کنم و 2 تا 1 سانت که اونجا اومده بودیم بالا، اینجا هم 2 تا 1 سانت بینش عوض میدم. ببینید اینجا رو 1 سانت اینجا عوض میدم و 1 سانت اینجا. یقه پشتمون 2 سانتش ترمیم میشه و حالا این رو قیچی میکنم و یقه بیبی من به این حالت آماده میشه. شما اینو بدونید که میتونید یقتون رو از این بلندتر طراحی کنید و اگر دوست داشته باشید نوک یقتون هم تیز طراحی کنید و به صورت گرد نباشه، ولی در اصل خودش گرد هستش. وقتی که یقمون تموم شد ما برای یقه بیبی چون جلو باز هستش باید دگمه خور هم طراحی کنید. یک کاغذ جلوی الگوتون بچسبونید، 2 سانتی متر یا 2.5 سانتی متر خارج بشید و موازی با خط وسط جلو جای دگمه خورتون رو طراحی کنید. دگمه خورتون رو طراحی میکنید و به لباستون روی الگوتون جا میذارید و بعد دوخت میکنید. یقه بیبی یقه هستش که روی دگمه خور نمیاد. یقه شما فقط به دور تا دور لباس دوخته میشه و در قسمت دگمه خور شما یقه دوخته نمیشه. اینم از آموزش یقه بیبی ما که امیدوارم براتون مفید واقع بشه.